الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانش آموزان عزیز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: اذا التبست علیکم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع. هرگاه بلاها چون شب تاریک شما را فراگیرد به قرآن تمسک جویید، زیرا قرآن شفیعی است که شفاعتش پذیرفته است. اما چند توصیه به شما دانش آموزان عزیزی که علاقه‌مند به حفظ قرآن هستید و در این مسیر نورانی قدم برداشتید. اگر برای شروع حفظ قرآن از جایی آغاز کنیم که آشنایی بیشتری داریم، سرعت در ابتدای حفظ بیشتر و کیفیت بالاتر می رود و این حالت معمولا در جز 30 قرآن وجود داره. در تمام شیوه های حفظ قرآن مهمترین از تکراره و حفظ قرآن چیزی جز تکرار نیست و اگر این تکرار توأم با دقت و تمرکز باشد نتیجه مضاعف خواهد بود. تعیین مدت حفظ زمانی است که حافظ قرآن قصد دارد حفظ را به انجام برساند و این به میزان آمادگی و استعداد شخص بستگی داره. اما برای حفظ با کیفیت و تسلط کامل بهترین سرعت حفظ سرعت متوسطه، یعنی روزی 10 سطر، هفته 4 صفحه و سالی 10 جزء که در مدت 3 سال پایان می‌یابد. در برنامه حفظ باید استمرار هم در نظر گرفته بشه. در هر روز هفته میزان مشخصی از آیات در برنامه حفظ گنجانده و یک روز نیز برای مرور کامل محفوظات هفته، رفع اشکالات احتمالی و جبران عقب ماندگی های هفته در نظر گرفته بشه. در هفته ها و ماهای اول آغاز حفظ بهتره که برنامه حد اکثر هفته 1 بار تنظیم شود و بعد از عادی شدن روال حفظ و تنظیم سرعت میتوان برنامه را به صورت ماهانه هم تنظیم کرد. روزهای اول میزان محفوظات کمتر است و ممکن است که میزان آیات حفظ شده به مرور تا چند سطر قرآن در روزهای آخر برنامه افزایش یابد. حافظ برای تقویت و تثبیت اتصال بین آیات حفظ شده لازم است اتصال بین موضوعات را هم در نظر بگیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما دانش آموزان و بینندگان عزیز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: افضل العبادت قراءة القرآن. برترین عبادت خواندن قرآن است. اما یکی دیگر از نکات مهم در حفظ قرآن داشتن تلاش و پشتکاره. اگر پشتکار کافی در حافظ وجود نداشته باشه، انگیزه‌های مثبت به تنهایی نمی‌توانند حافظ را در این مسیر نگه دارند. یکی از روش‌های حفظ ماندگار و با کیفیت استفاده از قرآنی با خط خوانا، حاشیه‌ای ساده با رنگی روشن و استاندارد است که کارشناسان حفظ قرآن با رسم الخط عثمان طه را پیشنهاد کردند، چون آیه پایانی هر صفحه در همان صفحه تمام می شود و آخرین چیزی که در صفحه دیده می شود شماره آن آیه است و همین ویژگی کمک قابل توجهی به حفظ آیات و شکلگیری تصویر ذهنی مورد نظر در حافظه می کند. در صورت امکان باید زمان حفظ ثابت باشد، زیرا ذهن انسان در آن زمان ثابت خود را برای فراگیری و حفظ قرآن مهیا نموده. در زمان حفظ باید ذهن آماده این کار باشد. ذهن پراکنده و به خصوص نگران و مشغول نمیتواند حفظ قرآن را به خوبی انجام دهد. اگر چنین باشد لازم است بعد از آماده شدن ذهن به انجام حفظ پرداخت. 2 زمان از بهترین زمانهای حفظ عبارتند از صبح زود بعد از نماز صبح که هنوز اشتغال خاصی پیش نیامده و فراگیری در سطح مناسبی است، و یکی دیگر هم انتهای شب قبل از استراحت شبانه که بعد از آن انسان به خواب می رود و عوامل مشغول کننده ذهن بعد از حفظ وجود نخواهد داشت. انشالله که در مسیر نورانی قرآن موفق و پیروز باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. سلام و درود به همه شما عاشقان و شیفتگان و مشتاقان کلام وحی. یکی دیگر از راهکارهای موفقیت در حفظ پرداختن به ترجمه آیات است. ترجمه قرآن سبب تقویت و ارتقای کیفیت حفظ خواهد بود. برای سطح تحصیلی متوسطه اول به بعد مراجعه به ترجمه آیات نه تنها مفید بلکه لازم است. حافظ باید با ترجمه و مفهوم عمومی آیات آشنا شده و در حفظ خود به ارتباط معنوی آیات و موضوعات با هم توجه کند.
برای حافظ قرآن از سطح تحصیلی متوسطه اول به بالا، مطالعه و آشنایی اجمالی با تفسیر مفید است. مکانی که برای حفظ انتخاب می شود باید به دور از سر و صدای اضافه و مزاحم باشد. در مکان حفظ نباید اشیایی که توجه انسان را به خود جلب می کند مثل وسایل تزیینی وجود داشته باشد. وضعیت سرمایش و گرمایش و مکان حفظ هم باید معتدل باشد. نه چندان سرد باشد که حافظ از سرما بلرزد و نه چندان گرم باشد که حافظ عرق بریزد. ترجیح دارد فرد حافظ هر ترتیلی را که در ابتدای حفظ برگزید تا آخر حفظ یا حداقل تا پایان سوره‌ای که حفظ می‌کند از آن بهره ببرد. تغییر نوار آموزشی چه از نظر تجوید و لحن و چه از لحاظ حسن حفظ موجب اختلال می‌شود. حافظ قرآن نه تنها لازم است که ترتیب آیات همه سوره ها را حفظ کند، بلکه ترتیب سوره ها را هم باید بداند، به طوری که وقتی به انتهای سوره رسید بتواند سوره بعدی را بدون تأمل و مراجعه به قرآن از حفظ قرائت کند. علاوه بر ترتیب آیات سوره ها، آیه اول و آخر سوره، صفحه و جز را نیز باید بداند. به طور مثال اول آیات سوره فجر به ترتیب: بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال والشفع والليل هل في ذلك ألم تر كيف إرم ذات التي لم يخلقوا وثمود الذين، و به همین ترتیب تا پایان سوره. امیدوارم با توکل به خداوند و با توسل به اهل بیت علیهم السلام در زمینه حفظ و انس با قرآن موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان. یکی از مهمترین نکات در حفظ داشتن اخلاص است. انسان باید حفظ خود را فقط برای خداوند و جلب رضایت او انجام دهد، زیرا کار اگر برای خدا باشد خستگی ندارد. از طرفی خداوند هم کار واگذار شده را به سرانجام می‌رساند و حافظ را مورد حمایت و نصرت ویژه خود قرار می‌دهد. اما یکی دیگر از اموری که در مسیر موفقیت حفظ مؤثر است، وضو داشتن هنگام قرائت قرآن است. اگر حفظ قرآن با وضو همراه باشد، ارتقای کیفی در آن رخ می‌دهد. در هنگام حفظ بهتر است انسان رو به قبله و با ادب کامل بنشیند تا بتواند از ارتقای مناسبی در حفظ برخوردار شود. از آنجا که حفظ قرآن با حافظه ارتباط دارد، صرفا نمیتوان به حفظ اولیه دل خوش داشت. حفظ قرآن زمانی مؤثر و مفید است که با مرور همراه باشد. حافظ قرآن در مرور محفوظاتش باید فقط با تکیه بر حافظه‌اش به یادآوری و تلاوت آیات بپردازد. در غیر این صورت با مراجعه به قرآن و نگاه مکرر به صفحات، اعتماد به نفس حافظ از بین می رود. 10 درس جدید یعنی محدوده حفظ جدید به اضافه 9 درس قبل هر روز باید مرور شود و محفوظات گذشته غیر از 10 درس جدید باید طوری برنامه ریزی شود که در طول هفته تمامی محفوظات یک بار مرور شوند. لازم است که مرور در زمان مناسب صورت بگیرد. بعضی از مواقع ذهن ما پراکنده یا مشغول به چیز دیگری است. مرور محفوظات در این زمانها نتیجه‌ای ندارد. در این مواقع معمولا نمیتوان مرور کامل و درستی داشت، چون ذهن بسیار پرش میکند، یعنی از آیه‌ای به آیه دیگر و حتی از سوره‌ای به سوره دیگر منتقل می شود. وقتی هم مرور تمام می شود تأثیر لازم را نداشته. در این مواقع حتی اگر برنامه مرور به تعویق افتد یا تعطیل شود، بهتر از مرور با این وضعیت است. از خداوند متعال انس با قرآن و سعادت دنیا و آخرت را برای شما مسئلت دارم. التماس دعا. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. یکی از نکاتی که در مرور محفوظات و تثبیت آنها بسیار مهم و مؤثر است، ارائه محفوظات به دیگران است. اگر حافظ قرآن بتواند آنچه را که حفظ کرده به طور مرتب به دیگران ارائه کند، در زمانی کوتاه بر آنها مسلط خواهد شد. برای انجام این کار بهتر است که با فرد مشخص و ثابتی نظیر پدر، مادر، خواهر، برادر، همکلاسی یا معلم هماهنگ کرده و آنچه را که حفظ کرده اید با برنامه مشخص ارائه دهید. بهتر است هر چند وقت جهت رعایت احکام قرآن، یعنی صوت، لحن، تجوید و وقف و ابتدا، مرور محفوظات به صورت همخوانی با نوار ترتیل باشد.
در هنگام حفظ آیات باید نهایت دقت و تلاش خود را به کار ببندیم. به خصوص در حفظ آیات متشابه لازم است که اهتمام بیشتری بورزیم. در همان زمانی که به حفظ آیات مشغول هستیم، چنانچه احساس کردیم در حفظ آیه‌ای به خاطر تشابه با آیه دیگر مشکل داریم، آن آیه را مشخص کرده و بعد از حفظ اولیه با تمرکز بیشتر روی آن سعی خود را در تثبیت آن خواهیم کرد. حافظان موفق حافظانی هستند که همواره بر محفوظاتشان تسلط داشته، آماده ارائه آنها باشند و بتوانند در لحظات گوناگون از حفظشان استفاده کرده و پاسخگوی محفوظات خود باشند. انجام حفظ دسته جمعی و شرکت مرتب در کلاس‌های آموزش حفظ قرآن سبب می شود که انگیزه انسان برای ادامه این کار افزایش یابد، پشتکار انسان تقویت شود و حالت مسابقه و سبقت از همکلاسی‌ها موجب پیشرفت بیشتر گردد. اما خوراکی‌های مفید در جهت تقویت حافظه بسیار مؤثرند. برخی از خوراکی‌های توصیه شده عبارتند از مویز، سیب، انار، عسل، بادام، پسته، حلوا، خوردن شیر و ماست و خوردن حبوبات به ویژه عدس و ماست. انشالله که سال خوب و با برکتی داشته باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.